غذا چطور بود؟ غذا عالی بود. خدایش خیلی خوب. کدوماش؟ اون لازانیاه یا اون پیتزا اولیه؟ من پیتزا رو خیلی بیشتر دوست به به. الان من همین کمکم نباید بکنم وقتی باهات رقیبم. پختش هیچ تاثیری نمیده. بالاخره شما الان باید خودت خستگی این کارو بر دوش بکشی. خستگی شیرین. خب باشه. از این شیرینی ها همش خونه بر تو. اما همه رسول ریز نکنی. این ابتکار آشپز معروف بود. این سویا رو ما جدا پختیم. میتونی الان انصراف بدی ها. به خاطر دود تغییر لوکیشن میدیم. نشون نمیدی من دارم با شما همکاری میکنم؟ بله شما هم داری همکاری میکنی که خوشمزه شد بگیم منم در کار بودم. اینجوری هر دومون میتونیم تابامون رو بزنیم. خب اینو برگردوندیم ببینیم چی شد. به به. اصل کاری چی شد؟ چلو شد. عزیزم شما مایتابه نچسب دوبل داری. خب من تو این مسی میخواستی اون انتخاب نکنی عزیزم. باشه. این غذای من لازانیا لقمه‌ای. اینم غذای علی پیتزا نودلی.